جمشید جوانی 29 ساله است و ساکن در شهر خوجند می باشد. او یک جوان عادی و جسماً سالم بوده، تنها از جهت فیزیولوژی برتری دارد. یعنی جمشید با 3 گرده تولد شده است. عجابت کار در آن است که همگی چند مدت پیش از این حالت خود با خبر شد. او نخواست که با ما هم صحبت شود، اما طریق تلفن گفت که گرده سیومش به او زیادتی نمی کند و به کسی گرده اضافگی خود را همچون دونر دادن هم نمی خواهد. پدرش طریق تلفن به ما گفت که جمشید باری هم از وضع سلامتیش شکایت نکرده است. داشتن 3 و حتی 4 گرده در یک شخص را تیپ معین کرده است، اما چنین حالت در ولایت کم اتفاق می افتد. میگوید دکتر شعبه اورولوژی بیمارخانه کلینیکوی ولایت سوخت اعظمخان کمالов. به گفته دکتر داشتن 3 گرده بیماری نیست، تنها نقصان است و اگر شخص خواهش دونر شدن را داشته باشد به مشکلی امکانیت دادن گرده سالم را دارد. حالت‌های میشد که همین 3 گرده از جهت فعالیتشون نقص بسیار اکثریت این گونه بیمارا همین 3 گرده یعنی با دیگر بیماری با دیگر شکایت مراجعت نموده به بیمارخانه و در همونجا معین میگردد خودشون نمیدونن. این خیلی حالت هم شدگی، ولی در مراجعت در زنها بشد در روزنامه یا اینکه در دوره حامله‌داری در دوره نظارت یا بیماری که دیگر بیماری که باش بیمارخانه مراجعه میکنه دیگر مریضی کردی این گونه حالت نقصانی معین میگردد. بعد از مراجعت به شعبه ما یا اینکه به اورولوژ از طرف اورولوژ تفتیش شده اوید فعالیت درستی هر همین عضو 3 عضو معین کرده میشه و از تجربه من از تجربه 50 ساله شعبه اورولوژی بسیار همین بیماری اکثریت همین 3 گرده یا گرده‌هاشون نقص میگیره. اگر همون عضوهای 3 گرده هم باشد در تنش باشد و همون گرده فعالیتش سالم باشد او مراجعت نمیکنه، برای اینکه سبب اوید مراجعت نیست یا اینکه خودش عموما نمیداند گشت است. توی که یگون سبب دردمندی به یگون نقصان در خودش حس نکند مراجعت نمیکند. برای همین اوید عدد گفته میشد اوید استاتستیک عمومی جهانی اوید معین نمودن همین گونه نقصانات در حقیقت انامالی یعنی انحراف انکشاف راههای پیش‌گذار گرده ایمن گرده قریب 0.003% رو تشکیل میکنه. تا امروز شماره انیق شخصان 3 گرده معین نشده است، اما بیشتری آنها تحت نظارت دکتران منطقوی قرار میگیرند. اورولوژ میگوید که داشتن 3 گرده به انسان ضرر ندارد، اما داشتن 1 گرده این معما است. دوام سال سپری شده 22 نفر ساکنان ولایت سوخت در شعبه اورولوژی تبابت گرفتند که 7 نفر آنها را زنان حامله تشکیل میدهند. برای زنی حامله دار 1 گرده خوف دارد میگویند دکتران. 1 گروه بیمارانی که 1 گرده مادر زاد عدرن بطن مادرش با 1 گرده مطابق شده آمده از ارگانیسمشون، یعنی همون فعالیت همشه با پوری قبول میکنه. این گونه بیماران حامله دار 1 گرده‌ای که آریزه با فشار بچه نایچه به میان آمده با آنها گذراندن چنین استنت یعنی یک نایچه پلاستیکی که به درون بیمار جایگی کرده می شود. این نامش کاسرزنی درونی گفته می شود. به یک طرف آن در درون گرده دیگر طرف کنج آن در پیشابدان جایگی شده و همین نایچه در درون حالی یعنی نایچه پیشابگذار از گرده تا پیشابدان جایگیر شده و فشار بچه‌دان حامله گرفته شده یعنی کودک تیفو به این نایچه نمیشد فشار، برای اینکه نایچه سخت و اخراج پیشاب از گرده با واسطه همین در وقت فشار تیفو میگذارد که در این حالت گرده با پرگی فعالیت میکند و اخراج خالشوی گرده از پیشاب جمع شده با پایان با ما میآید. انسانی سالم صاحب 2 گرده است، اما تیپ داشتن 1، 2 و 3 و 4 گرده را در یک شخص معین کرده است. این حالت هرچند بیماری نیست لیکن نقصان محسوب می شود. دکتران میگویند که اکثریت شخصان 3 گرده سالم هستند و اگر فعالیت هر 3 گرده معتدل و سالم باشد پس آنها دونر شدنشان ممکن است.
гузориши мафнушкур ва насим раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.